در نمایش و همایش علمی جمهوریوی در موضوع دستاوردهای علمی علماهای تاجیک در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان که به مناسبت هفته علم در استخوان‌های ملی برگزار گردید، نمایندگان کمیته عاید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور شرکت ورزیدند. نخست اشتراکچیان از نمایش که به دستاوردهای علمی علماهای تاجیک در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است دیدن نمودند. در این نمایش زیاده از 500 عدد مصوره‌ها، دیپلم و سپاسنامه‌ها، جایزه‌ها، اختراعات، مکافات‌های دولتی، حجت و عکس‌ها و کتاب‌ها پیشنهاد شدند که فعالیت پرثمر علماهای تاجیک و سهم بارزی آنها را در عرصه علم وطنی و عمومی بشری نشان می‌دهد. واقعاً سهم زنان در رشد علم و معارف، فرهنگ، تندرستی بر اعلی به نظر می رسد. امروز می بینیم که سالهای صاحب استقلالی زن تاجیک به تحقیق پیریخ‌ها مشغول است و در بلندی بیش از 4500 متر به تحقیقات‌های دشوار و خطرناک مشغول هستند و صاحب دستاوردهای زیاد علمی نیز در این جاده یعنی به دست آوردند. سپس در تالاری آثارخانه ملی همایش علمی جمهوریوی آغاز یافت. دیرکتور آثارخانه اهل‌دین عبادالله‌زاده ضمن سخنرانی افتتاحی خویش ذکر نمود که در اساس سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی مقام و منزلت زن در جامعه باز هم بلند گردیده. امروز یگان سمت فعالیت را بدون شرکت فعال زنان تصور نمودن غیر امکان است. از جمله در ساحه‌های گوناگون کشور بیش از 116 نفر دکتر علم و 1124 نفر نامزد علم از جمله 15 دکتر و 133 نامزد علم در ساحه‌های علم‌های دقیق از حساب زنان فعالیت نموده. همزمان نقش علم زن‌های تاجیک در جدای علم‌های جامعه شناسی و گومانیتری خیلی نظررس می‌باشد. در این چاره‌بینی مهم علمی از جانب محققان و دانشمندان، دایره وسیع کارشناسان، علماهای موفق کشور و خادمان دولتی موضوعهای دخلدار و مبرم روز از جمله رسالت زنان در علم و سهم علماهای تاجیک در تحقیق تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک و رشد علم‌های تکنیکی پیشنهاد گردیده مبادله افکار صورت گرفت. نمایش دستاوردهای علمی علماهای تاجیک در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در آثارخانه ملی تا 25 اپریل ادامه می‌یابد.